آستین نو، بخور پلو. تاجری بزرگ مهمانی باشکوهی در شهر برپا کرده بود. حکیمی هم با لباس ژنده و کهنه‌ای که بر تن داشت به سمت خانه تاجر به راه افتاد. برخلاف رسوم مهمان نوازی، وقتی حکیم به آنجا رسید، صاحب خانه نه تنها به وی خوش آمد نگفت، بلکه با داد و فریاد او را از خانه‌اش راند. حکیم که به شدت آزرده شده بود، به خانه رفت و لباسی گرانبها و پرزرق و برق از همسایه‌اش به امانت گرفت، آن را به تن کرد و دوباره به همان مهمانی بازگشت. این بار صاحب خانه به گرمی به او خوش آمد گفت و مهمانان دیگر هم با احترام او را در صدر مجلس نشاندند. همه دور حکیم جمع شدند و از دانش و کمالات او تعریف کردند. بالاخره زمان پذیرایی فرا رسید و سفره‌ای رنگین گسترده شد. میزبان کنار حکیم نشست و شخصاً از او پذیرایی کرد. حکیم که از این همه نادانی و رفتارهای ناشایست به سطوح آمده بود، در حالی که آستینش را به سمت ظرف غذا می برد، رو به میزبان و دیگر مهمانان کرد و گفت: احترامی که الان شما به من میگذارید نه به خاطر خودم، بلکه به خاطر لباسی است که به تن کردم، وگرنه من همانی هستم که پیش از این با لباس کهنه به این مهمانی آمدم و مرا بیرون راندید. سپس آستین لباسش را کشید و گفت: آستین نو، بخور پلو. آستین نو، بخور پلو.